بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و من اهتدى بهدیه واستنى بسنته الی یوم الدین. ای بندگان الله و ای کسانی که در جستجوی رحمت و مغفرت و رضای الله هستید، سید الولد آدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام احمد و ترمذی آن را روایت کردند آگاهی سخت کرده می فرمایند: خار گردد مردی که یک ماه رمضان به آخر رسد و گناه او بخشیده نشود. ببینید امروزها محیط برای ما مهیاست. ابن رجب رحمت الله علیه می گویند وقتا که شیطان ها در ماه رمضان زنجیربند شده اند، حرارت شهوت ها با سبب روزه خاموش گردد، برای گناهکار عذر باقی نمی ماند. پس یقینا و بدون شک این لحظه ها دسترخوان نعمت های الله برای ما و شما باز شده است. ما را ندا آید که ای قوم تبلیغگر خدا را اجابت کنید. پس خوشا به حال کسی که دعوت را قبول نمود و وای به حال کسی که از درگاه خدا رانده شد. در حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که بر اساس ایمان به خدا و امید اجر و پاداش از او ماه رمضان را روزه بگیرد، گناهان گذشته اش بخشیده می شوند. روایت امام بخاری و مسلم، یعنی حدیث متفق علیه است. و در حدیث دیگر از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می گویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: خداوند عز و جل می فرماید همه اعمال فرزندان آدم برای خودش است مگر روزه که براستی آن برای من است و من خودم پاداشی آن را می دهم. روزه سپر است، پس هرگاه روزه‌داری یکی از شما بود سخن زشت و ناسزا نگوید و فریاد نزند، و هرگاه کسی به او ناسزا گفت یا با او درگیر شد بگوید من روزه ام، یعنی روزه دارم. قسم به خداوندی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، تغییر بوی دهان شخص روزه‌دار نزد الله از بوی مشک خوشبویتر است. و برای شخص روزه‌دار دو خوشحالی است که با آن خوشحال می گردد: یکی هنگامی که افطار می کند با افطارش خوشحال می شود، و دومین که هنگامی که پروردگارش را ملاقات می کند با روزه اش خوشحال می شود. یکی از فضیلت‌های دیگری روزه‌داری در احادیث صحیح، مخصوصاً در صحیح بخاری و همچنین صحیح مسلم آمده است این است، و آن را صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت می‌کنند. آن حضرت می‌گویند رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند همانا در بهشت دروازه‌ای است که به آن ریان گفته می‌شود. در روز قیامت تنها روزه‌داران از آن وارد می‌شوند و ندا داده می‌شود روزه‌داران کجا هستند؟ آنگاه روزه‌داران برمیخیزند و از آن دروازه وارد می‌شوند. پس از آن که وارد شدند دروازه دوباره بسته می‌شود و کسی دیگر از آن وارد نمی‌شود. الله رب العزت و الجلال همه ما و شما را از زمره بنده‌های با تقوا و پرهیزگار، بنده‌های اطاعت کننده به امر او و دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند و ما را از عذاب این دنیا، از عذاب قبر و آتش جهنم نجات دهد. والحمد لله رب العالمین.